کدام مذهب محرف است؟ شیعه یا سنی؟ به حمدالله در مذهب اهل بیت هیچ تحریفی و تبدیل واقع است. به حمدالله در مذهب اهل بیت هیچ تحریفی و تبدیل واقع است. قبل از اینکه این آخوند بیاید و تحریف را از مذهب شیعه نفی کند، لطفاً به ما بگوید مذهب اهل بیت کجاست؟ آیا مذهب اهل بیت خزعبلات و کفریات اصول کافی و یا بهارالانوار مجلسی است؟ چه کسی سخنگوی اهل بیت است؟ آیا یک سند صحیح از قرآن که از طریق اهل بیت رسیده باشد دارید؟ نوری طبرسی در اثبات تحریف قرآن کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب را نوشته و چندین آیه و سوره اختراع کرده است و مشهورترین راوی رافضه که زراره بن اعین است به زبان امام صادق رحمه الله لعن شده است. در رجال کشی صفحه 150 روایت شده است که امام صادق رحمه الله 3 بار فرمودند الله زراره را لعنت کند. مغیره بن سعید یکی از راویان معروف شیعی میگوید دسست فی اخبارکم اخبارا کثیره تقرب من 100,000 حدیث المام قانی تنقیح المقال. بیش از 100,000 حدیث دروغین در روایت‌های اهل بیت افزودم. در کتاب اختیار معرفت الرجال توسی آمده قال ابو عبدالله علیه السلام انا اهل بیت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. ما اهل بیت راستگو بی آن نیستیم که دروغگویی بر ما دروغ ببندد و با دروغ خود در نزد مردم صداقت ما را زیر سوال ببرد. اختیار و معرفت الرجال از شیخ توسی جلد 2 صفحه 593. آیا مذهبی که معتقد به تحریف قرآن باشد و راویان آن بر زبان ائمه لعنت شده باشند می تواند خالی از اشکال و تحریف باشد؟ بلکه به اعتراف خودشان روایات اهل سنت به دور از زیادت و نقصان و روایات شیعیان دارای اضافه و کمی می باشد. ابن ادریس حلی در السرائر جلد 3 صفحه 51 روایت می کند که شخصی به ابو عبدالله امام جعفر صادق رحمه الله گفت هؤلاء یأتون بالحدیث مستویا کما یسمعونه و انا ربما قدمنا و اخرنا و زدنا و نقصنا. این سنیان حدیث را بیان می کنند همانطوری که می شنوند، اما ما گاهی در آن تقدیم و تأخیر و گاهی اضافه و کمی می کنیم. قضاوت با شماست. من اینجا مدارک فراوانی دارم که در صاحب تفسیر صافی اعتراف میکنه به قضیه تحریف قرآن که در اینجا میگه که آنچه از مجموع اخباری که گذشت و احادیث دیگری که از طریق اهل بیت علیهم السلام نقل شده استفاده می شود. این است که قرآنی که همکنون در اختیار ماست تمام و کمال آن گونه نیست که بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، بلکه در قرآن کنونی زیادتی هست که خلاف ما انزل الله بوده و از شق دوم بخش تحریف شده و برخی مغیر معنی و بخش زیادی محذوف می باشد. یکی از حذفیات نام علی علیه السلام است که در موارد فراوانی حذف گردیده است. دیگری لفظ آل محمد علیه السلام است که بیش از 1 بار حذف شده و دیگری اسامی منافقین است که در جای جای خیش حذف گردیده است. البته بجز موارد مذکور محذوف های دیگری نیز وجود دارد. الان میریم به روایت آخر این باب، روایت شماره 28 و شماره مسلسل کل کتاب شماره 3599 این کتاب اصول کافی. در این روایت اومده که علی ابن حکم میگوید عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیه السلام الى محمد 17,000 آیه. اون قرآنی که جبرائیل نزد محمد آورد 17,000 آیه بود.
قرآنی که جبرائیل نزد محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد 17,000 آیه هست. ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیه السلام الى محمد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه. در این روایت در واقع به صورت کلی دیگه حتی تعداد آیات قرآن رو مشخص کرده. امروزه تمام مسلمانانی که این قرآن در اختیارشون هست و معتقد هستن که این قرآن حقیقی است، این تعداد آیاتش چیزی بالغ بر 6,000 آیه هست، بیشتر نیست. یعنی دقیقاً یعنی با توجه به این روایت یعنی 2/3 قرآن حذف شده و وجودی ندارد. در مورد این روایاتی که وجود دارد من اظهار نظر نمی کنم، اظهار نظر خود علمای مذهب شیعه رو در این زمینه بیان می کنم. در همین مورد علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول که کتاب مرآت العقول یکی از شرحهایی است که بر اصول کافی نوشته شده و قبل از هر روایتی که مطرح بکند و شرحش بدهد حکم اون روایت رو هم بیان می کند که آیا این روایت صحیحی هست یا موثقی هست، ضعیفی هست، قوی هست و چه درجه‌ای را دارد. درباره این روایت میگوید که موثق، بعد از این میگوید فالخبر صحیح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. میگوید که این خبر صحیح است، یعنی این روایت صحیح است. روایات صحیح در مذهب شیعه خیلی کمیاب هست. شما به ندرت میتوانید که روایات صحیح رو که علمای شیعه یعنی نصی داشته باشند و انگشت گذاشته باشند که این روایت صحیح است، خیلی کم شما میتونید این روایتی رو پیدا بکنید. اما در اینجا علامه مجلسی اومده و گفته این روایت صحیح است. فالخبر صحیح، این خبر روایت صحیح است، ما به اون معتقد هستیم. ولا یخفى، این پوشیده نیست، بر کسی پنهان نیست که این خبر یعنی این روایت و کثیر من الاخبار الصحیحه و بسیاری دیگر از اخبار صحیحه ما، روایات صحیح ما صریحه صراحت دارند فی نقص القرآن و تغییره، در این که قرآن ناقص هست و تغییر پیدا کرده. و اظهار نظر می کند و عندی ان الاخبار فی هذا الباب متواتره معنا، و نزد من معتقد به این هستند که اخبار در این باب یعنی در مورد کم بودن و نقصان قرآن متواتر هستند. معنا یعنی به این معنی که الفاظی که در این روایت اومدن متفاوت هستند، اما معنی همه این است که قرآن ناقص هست و محرف و تغییر یافته است. در این زمینه میگه تمام روایاتی که ما داریم اینها به حد تواتر میرسد. ان الاخبار في هذا الباب متواتره معنا وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا، و ترک کردن تمام روایاتی که مربوط به تحریف قرآن هستند، دلیل بر تحریف قرآن هستند، ترک این روایات موجب میگردد رفع اعتماد را بی اعتمادی از تمام روایات شیعه. اگر قرار باشد که روایات تحریف قرآن را ما کنار بزنیم و به اینها اعتماد نکنیم، این مساوی هست با خط بطلان کشیدن بر تمام روایات شیعه. بلکه گمان من بالاتر از این است. ان الاخبار فی هذا الباب لا یقصر عن اخبار الامامه، اخباری که در این زمینه وجود دارد یعنی در مورد تحریف قرآن وجود دارد، اینها کمتر از اخبار امامت نیست. یعنی روایاتی که شیعه دارند برای اثبات امامت ائمه اثنا عشر، اینها در یک طرف اینها رو قرار بدیم، و روایاتی که مبنی و دلالت میکنند بر تحریف قرآن اینها رو در طرف دیگر قرار بدید. این روایات با هم دیگر برابر هستند. یعنی اصل اول مذهب شیعه که امامت هست، با چه تعداد روایاتی ثابت شده به همان اندازه روایات وجود دارد برای اثبات تحریف قرآن. یعنی میخواد بگه که اگر که تحریف قرآن در مذهب شیعه رو یک شیعه یا یک عالم شیعه بیاد انکار بکنه، به این معنی است که امامت رو هم انکار کرد. نه تنها امامت را، بلکه در ابتدا گفته بود که وعن الاخبار رأسا، تمام اخبار که من جمله اخبار در واقع امامت هستند. اگر روایات تحریف قرآن را ترک بکنیم، باید امامت ائمه اثنا عشر را هم ترک بکنیم، زیرا که اون روایاتی که روایت شده همین روایت هستند، راویان یکی هستند، طرق یکی هستند، کتابها یکی هستند و ائمه خود همین ائمه هستند. تمام اون کسانی که تحریف قرآن را روایت کردند، راویان امامت ائمه اثنا عشر هم این افراد هستند. اگر قرار باشد که این راویان را و
احادیثشان را ما ترک بکنیم و اینها را قبول نکنیم، پس باید تمام ائمه را امامتشون و تمام احادیثشان را برشون خط بطلان بکشیم. این واقعا یک اعتراف کسی هست که بر مذهب واقف هست، مذهب را میشناسد، راویان را میشناسد و بر تمام کسانی که در این روایاتی که در اصول کافی هست اینا رو نقد کرده، در آخر نوشته که چه درجه از صحت دارن و این روایت نه تنها صحیح است بلکه ادعا کرده که متواتر است. اما روایات تحریف قرآن بگونه‌ای هستند که حتی یک حدیث معارض هم ندارند. اینه که در واقع چالش هست. شیعه رو ما دعوت میکنیم و بیایند اثبات بکنند که این قرآن صحیح است. از همین اصول کافی با اون 16,000 حدیثی که دارند بیایند یک حدیث از این اصول کافی یا کتب اربعهشون و صحاح اربعهشون بیایند و این به این گونه و به این مفهوم و مطلب رو که برسانند که قرآن حقیقی و واقعی فقط و فقط همین قرآنی هست که امروزه دست مسلمانان هست، همین قرآنی هست که عثمان جمع‌آوری کرد، همین قرآنی هست که اهل سنت و الجماعت در اختیار دارند. oh